بسم الله الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، اولو گفتنی هستم به رحمت کلام با زمزم عمره با برادرایی که دستگیری میکنن میارن برادرها با اینجا بهترین شرایط گسیساش قریبیش دارن. الحمدلله بیاین اینا با دهان گفتن میشه ان شاء الله. این نعمت الله بیاین ببینین الحمدلله که شکر خداوند بچی راه باشه نباشه. بیاین برادرای عزیز اینجا نعمت در اینجا در یگان جا دیدن نمیشه. اینجا ارشنش با دهان یا با ویدیو گفتن نمیشه. برادرها 7 سال شد که الحمدلله همین انتظار دارم. الحمدلله اومدم با کمک برادرها با کمک اینا زمزم عمره با دستگیری همه برادرها اکای بابا جان از رحمت کلام برادرها از رحمت کلام کم نه حضرت الحمدلله شب و روز همجا دایم الحمدلله همه تمام گفتن است که بگیریم بلیطور برادر عزیز بیاین ان شاء الله اینا با دهان گفتن میشه نعمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه دوباره ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای روز سعید جمعه به همه مبارک باشه. برادرای عزیز امروز روز جمعه است. برادرای عزیز ان شاء الله این امروز چنان داره نزد خانه خدا هستیم. ان شاء الله اینا خانه خدا را بخواهیم بخواستی الله مهربان. الحمدلله الا الله برادرای عزیز خداوند الله خدای مهربان و رحمت کرد. همه خداوند مهربان همه تن دیگه ابو مجید نزد خانه الله هستیم. روز سعید جمعه به همه تن مبارک باشه. برادرای عزیز خدای خداوند مهربان همیشه نگهبان تو باشه. با میگون کسایی که فرزند نداره خداوند فرزند شده، کسایی که بیمار هستن خداوند کریم با اونها فرزند نصیب کنه. دهان دری کعبه هسته برادرای عزیز، دهان دری کعبه هستیم. خداوند همه تن نگهبان باشه. به خاطر الله همه دوست می‌دارم. کسایی که بیمار هستن خداوند در روز سعید جمعه بیمار خداوند شفای کامل عجیب نصیب گردان. اینا در نزد کعبه هستیم برادرها. همه طرف کعبه امروز جمعه مردم چه بسیار هستند. همه حرکت به سوی کعبه کشیدن. داخل سربلند و خانه آباد باشه. خداوند یار و مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.